شاگردان عزیز، اهل خانواده، پیوندان، دوستان و شاگردان سهراب ابرانویچ شریفوف، حاضرین گرامی، در اغاق قلب انسان فاضل و دانشمند، وکیل مجلس نمایندگان دعوت چهارم، عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عاید به کارهای بین المللی، اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات، یکی از شخصیت‌های شناخته جامعه کشور، سهراب ابرانویچ شریفوف دیروز از تپیدن باز ماند. مرگ به امان از میان ما شخصی را بود که تمام فعالیت مهنتی، دانش و خیرات، نیرو و سعی و تلاش خود را بهر بنیاد جامعه نوین کشور، بهر پیشبرد سیاست دولت و حکومت و راهبر دولت صرف کرد. سهراب ابرانویچ شریفوف 18 اپریل سال 1963 در شهر دوشنبه در خانواده عالم و فیلسوف معروف کشورمان ابران شریفوف به دنیا آمد. دانشگاه دولتی شهر مسکو به نام لومونوسوف را ختم نمود. با عنوانهای بلند نامزد فنهای فلسفه و دکتر علمهای سیاسی سزاوار گردید. سهراب شریفوف در وظیفه‌های اسیستنت کافدرای فلسفه دانشگاه دولتی تاجیکستان، اسپیرانت و کارمند علمی فاکولته فلسفه دانشگاه دولتی مسکو به نام لومونوسوف، مدیر شعبه سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاون شعبه اطلاعات تحلیلی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نمود. او تمام ذکاوت و نیروی خود را برای بنیاد جامعه نوین کشور صرف نموده و آینده شکوفا و پربار آن اطمینان کامل داشت. در دل و خیال سهراب غیر از وطن و خدمت به وطن چیزی دیگری نبود. همچون وکیل دعوت چهارم مجلس نمایندگان مجلس عالی جهت رشد و نموی پارلمانت کسبی تاجیک صمیمانه سعی و تلاش ورزید. هنگام بررسی قانونها با کمال مسئولیت و خرج دانش و تجربه غنی مناسبت نموده برای از هر لحاظ با صفت قبول گردیدن قانونها و دیگر سندهای معیاری حقوقی سهم مناسب گذاشت. مؤلف دو اثر ارزشمند عاید به رشد روندهای سیاسی در تاجیکستان و زیاده از 300 مقاله می باشد. وی عضو شورای کارشناسان سازمان همکاری شانگهای، عضو شورای علمی اکادمی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و عضو شورا عاید و حمایه رساله های نامزدی علمهای سیاسی بود. با مدال 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و افتخارنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. با عهده سهراب ابرانویچ کدام وظیفه که سپرده نمیشد آن را با کمال مسئولیت شناسی و کاردانی، احساس بلندی پاک وجدانی با خرج تمام قوت و غیرت به اجرا می رساند. همچون متخصص سیاست جهانی در جمهوری و بیرون از آن معروف بود. سهراب انسانی خاکسار و به آزار، نیکسوریش، حلیم و مهربان بود.
پاک دل و پاک نیت، دلش به آلایش، سرشار مهر و محبت مردم بود و خلق و وطن. در میان همکسبان، دوستان، خویشاوندان و شاگردان سزاوار احترام و دوستداری زیاد گشته بود. شیخ سعدی گویا که این بیت را در حق سهراب شریفوف گفته است: گلی بخار میسر نشود در بوستان، گلی بخار جهان مردمی نیکو سیرند. سهراب شریفوف هنوز جوان بود و در دل آرزوهای زیادی خدمت به خلق و وطن داشت. دریغا مرگی به امان نگذاشت که او همه آرزوهای خود را عملی نماید. ولی در مدت عمری نه چندان طولانی خود او توانست که با خصلت‌های خمیده، با دانش و ذکاوت در دل و دیده ها جای بگیرد، از خود نشانه های نیک به یادگار ماند. ما امروز با قلب های پر درد و اندوه سهراب شریفوف را به راه آخرت گسیل کرده باوری کامل داریم که یادی نیک او در دل و خاطرها فراموش نخواهد شد. حاضرین گرامی، حالا با کمال احترام میخواهم همدردی و تسلیت پرزیدنت مملکت جناب عالی امام علی رحمان را به اهل خانواده، نزدیکان و پیوندان سهراب ابرانویچ شریفوف اظهار نمایم. همچون همدردی و تسلیت تمام هیئت پارلمانت کشور را به اهل خانواده، نزدیکان و پیوندان مرحوم میرسانم. مرگ سهراب شریفوف برای همه ما تلفات گران است، ولی ما یاد او، کار او، فعالیت او را در دل خود، در خاطر خود همیشه زنده خواهیم داشت. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ از درگاه خداوند متعال طلب داریم که خانه آخرتش را پر نور و جایش را جنت گرداند. به اهل خانواده، دوستان و خویشاوندانش صبر جمیل عطا نماید. الوداع، الوداع، الوداع سهراب.